گلستانی است که در این ماه از گلبرگ‌هایش چیدیم و نکهتش را بوییدیم و امروز در این روز عید سعید فطر تمام گلبرگ‌ها بر سرمان پاشیده شده و در بوی بهشتی آن غرق می شویم. خداوند را شاکریم و شکرگزار که یک ماه تمام مهمانش بودیم و شکرگزاریم که این اجازه را داد تا سحرها عاشقانه صدایش بزنیم، با او سخن گوییم و درد دلهایمان را با خودش در میان بگذاریم. عید سعید فطر را بر شما و خانواده محترمتان تبریک و تهنیت عرض می کنیم و امید داریم در این روز مبارک و همه روزهای زندگی از برکات و نعمتهای سرشار خداوند بهره‌مند باشید. عیدتان مبارک. ملکوت همصدایی با ملائک مقرب متبرک و عزیزه، شب عید فطر امشب، شب عید فطر امشب، برگ و گل داده دعاها توی این شب خجسته، آیه های مهربونی در و رو گناه بسته، در و رو گناه بسته. سقف آسمون کوتاهه، تو سبد هامون ستاره، یه قرار تازه داریم با فرشته ها دوباره. چه ضیافتی چه جشنی، همه رو وعده گرفتن، پشت حال اون کسایی که به این مهمونی رفتن. چه ضیافتی چه جشنی، همه رو وعده گرفتن، خوش به حال اون کسایی که به این مهمونی رفتن، کی شده رد کی قبوله، یه نگاه به دلمون کن، بیا و هلال عیدو مهر کارنامه هامون کن، بیا و هلال عیدو مهر کارنامه هامون کن. برای دریافت پادکست هایی بیشتر و برنامه های متنوعی رادیو مهر، ارمغان امید و آینده می توانید با واتساپ ما با شماره +90 531 623 0676 پیام دهید و با ما در ارتباط باشید. اینچنین در کانال یوتیوب و فیسبوک رادیو مهر آبونه شده و ما را همراهی کنید. www.radiomehr.org